لنت ترمز MB03 مخصوص خودرو پایک سابرینا حاوی 4 عدد لنت ترمز ناوسرامیکی با این نوار سایش سبز رنگ. این کارت اصالت کالا در این بسته‌بندی از برند الیجیبل. برند الیجیبل در حقیقت الیگ ارتقا یافته است. الیگی که زیر شاخه برند بزرگ نیشینبو هستش. نیشینبو از رهبران تولید کننده مواد استکاکی در دنیا هستش، یک برند ژاپنی که در کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، سنگاپور، کره جنوبی اینها تولید کننده هستن، کارخونه دارن و دفترهای فروش و همچنین کنترل کیفیتشون هم در اونجا حضور داره. نیشینبو از سال 1944 داره خدمتتون عرض کنم که فعالیت میکنه و یکی از رهبران تولید کننده مواد استکاکی در دنیاست که با صدها ترکیب مختلف میاد اینها رو آزمایش میکنه و بهترین ترکیب رو برای هر خودرو انتخاب میکنه. در حقیقت ترکیبی که برای هر خودرو انتخاب میشه بین 20 تا 60 مدل ماده مختلف هستش که با ترکیب اینها تونسته به اون ترکیب ایدئال هر خودرو دست پیدا کنه. الیجیبل یا همون الیگ ارتقا یافته در حقیقت همونجور که بسیار مشتریان ما میدونن الیگ یک برند بیش از 10 سال سابقه داره در ایران و یکی از اولین شرکت‌هایی و برندهایی هستش که به صورت سرامیکی لنت ترمزهای سرامیکی رو ایجاد کرد و تحویل مشتریان داد، از اونها استفاده کردن و رضایت قابل قبول رو دریافت کرد. و بعد از ارتقاهایی که بر روی لنت ترمز الی که خدمتتون عرض خواهم کرد ایجاد شد، با برند جدید الیجیبل پا به عرصه فروش گذاشته و خدمتتون عرض کنم که تونسته بدون کوچکترین و کمترین مرجوعی رضایت تمامی خریداران خودش رو کسب کنه. در حقیقت الیجیبل با کسب انواع استانداردهای بین‌المللی ایزو خدمتتون عرض کنم که و همچنین تمامی استانداردهای زیست محیطی ایرانی و خارجی تونسته کیفیت خودش رو اثبات کنه و تمامی اون تست ریپورت ها رو انجام داده و تونسته اون حد نصاب های خوب جهانی رو برای خودش کسب کنه. بله، الیجیبل یک لنت ترمز سرامیکی هستش و لنت ترمزهای سرامیکی با لنت ترمزهای فلزی، نیمه فلزی یا همون متالیک و سمی متالیک و حتی نوع متفاوت هستش ساختارش. در لنت ترمزهای معمولی که این سه دسته خدمتتون عرض کردم داخلش هستن، یعنی فلزی، نیمه فلزی و نوع، این سایش و اون استکاک از چی به وجود میاد؟ از ساییدن لنت ترمز و سطح دیسک چرخ. وقتی که اینها به هم میسابن این استکاک ایجاد میشه، گرما ایجاد میشه و خدمتتون عرض کنم که خودرو شما متوقف میشه. ولی در لنت ترمزهای سرامیکی در حقیقت چه جور ترمزگیری انجام میشه؟ لنت ترمز سرامیکی میاد با این فناوری که یک لایه چسبنده، یک لایه استکاک بر روی سطح دیسک چرخ ایجاد میکنه و با ایجاد و هماهنگی بین این لایه‌ای که ایجاد شده دیسک چرخ و سطح دیسک چرخ این ترمزگیری رو بهبود میده و همچنین باعث میشه که طول عمر در حقیقت لنت ترمز و طول دیسک چرخ، عمر دیسک چرخ شما بسیار بالا بره. نکته‌ای که در لنت ترمزهای سرامیکی بسیار اهمیت داره و اون رو متمایز میسازه از لنت ترمزهای فلزی و نیمه فلزی و حتی نائو، این ثابت بودن ضریب استکاک اونها هستش در دماهای مختلف. یعنی چه در شمال شرقی کشور که دما بسیار سرد هستش، زیر صفر هستش، یا در جنوب کشور که دمای بیش از 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه حتی اونجا مشاهده میشه، این ضریب استکاک بتونه در هر دو خدمتتون از شرایط دمایی و شرایط محیطی بتونه این ضریب استکاک ثابت بمونه و کیفیت ترمزگیری کاهش پیدا نکنه. این یک نمودار داره که بر حسب دما میان این رو آزمایش میکنم و مشخص میشه ضریب استکاک دمایی لنت ترمزها که در تست ریپورتی که الیجیبل اون رو ثبت کرده عملکرد عالی رو داشته و تقریبا میشه گفتش که بسیار ترمزگیری مطمئنی رو تونسته این لنت ترمز ایجاد کنه. در مورد گرد ترمز هم چون این لنت ترمز فناوریش بر اساس سایشی نیستش و یک فناوری استکاک چسبنده رو در حقیقت ایجاد میکنه، بسیار گرد کمتری رو نسبت به لنت ترمزهای فلزی و نیمه فلزی ایجاد میکنه. چرا؟ چون که در ترمزهای نیمه فلزی و فلزی و عملی که اینها انجام میدن، سطح لنت ترمز
یا سطح دیسک چرخ شما ساییده میشه و این براده ها هستن و این گردها هستن که بر روی رینگ خودروی شما میشینن و شما اونها رو میبینید. ولی در لنت ترمزهای سرامیکی به هیچ عنوان این شکل نیست و بسیار بسیار کمتر هستن این موارد. پدیده ای داریم به نام لرزش ترمز یا پالس پدالی. در این پدیده خدمتتون عرض کنم که شما احساس میکنید که پدالی که زیر پاتون هستش یک ضرباتی و یک پالس هایی رو داره به پای شما منتقل میکنه. این علت به علت تاب برداشتن دیسک چرخ یا عمل DTV یا که این فرآیند به صورت اینه که دیسک تیکنس وارییشن یا تغییرات ضخامت دیسک که بر اثر حالا استفاده از لنت‌های نامرغوب یا اینکه تحمل دمایی دیسک شما بالا نبوده، اینها همه باعث میشه که این عمل انجام بشه. ولی با توجه به اینکه لنت‌های ترمز سرامیکی این لایه چسبناک رو ایجاد میکنن، مستقیم این به پای شما وارد نمیشه و جلوی این پالس ها گرفته میشه و ضربه‌ای به پای شما به صورت پدال ها وارد نمیشه. یک آزمون و استاندارد طلایی وجود داره در لنت ترمز به نام استاندارد J2521 که در این آزمایش J2521 در حقیقت که برای انجمن مهندسان خودروی SAE هستش، میان خودروهای زیر 10,000 پوند رو فرکانس های بالا رو در اونها اندازه گیری میکنن. ما یا دستگاهی داریم دینامومتر که میاد این رو به صورت آزمایشگاهی این لنت ترمز رو برای ما آزمایش میکنه و شرایط محیطی مختلفی رو شبیه سازی میکنه. در حقیقت فیلمش رو هم میذارم خدمتتون که ببینید. در حقیقت با 3000 توقفی که در مدت زمان کوتاهی برای این دینامومتر ایجاد میشه، تمامی خدمتتون نویز ها و فرکانس هایی که در حین ترمزگیری ایجاد میشه ثبت میشه با توجه به میکروفونی کالیبره شده ای که در نزدیکی دیسک چرخ کار گذاشته شده. میان این دیسک چرخ رو با استفاده از یک موتور الکتریکی قدرتمند به چرخش در میارن، با استفاده از همین کالیپر و لنت ترمزهایی که میخوان تست انجام بدن درون کالیپر میذارن و به صورت شبیه سازی شده با شرایط آب و هوایی، دمایی و حتی رطوبت میان این اتاق آزمایشگاه رو آماده سازی میکنن، اتاقک رو، و انواع تست ها رو بر روی این لنت ترمز انجام میدن. هرچه اون فرکانس و اون دسیبلی که در اون 3000 تا ترمزگیری که میخواد انجام بشه این دسیبل کمتر باشه، در اصطلاح گفته میشه که اون لنت بدون سودتره، بدون صداتر و بدون نویزتر هستش. مزیت دیگری که لنت ترمزهای الیجیبل دارن استفاده از شیم‌های با فناوری بالا هستش. ببینید این شیم‌هایی که در دست من میبینید همگی برای یک خودرو هستند ولی با جنس‌های مختلف و حتی چسب‌های مختلف. لنت ترمز الیجیبل اومده از بهترین نوع شیم که در حد شیم لنت ترمز بوش و حتی بهتر از اون هستش، یک شیم 12 لایه هستش که با استفاده از چسب‌های 3M، بهترین چسب تقریبا میشه گفت دنیا، اونها رو استفاده کرده بر روی لنت ترمز که باعث میشه تمامی ارتعاشات، نویزها و حتی لغزش ها رو به خودش جذب کنه و مانع از بروز هیچ گونه صدایی به بیرون از لنت ترمز بشه. در حقیقت وقتی که پیستون کالیپر شما بر روی این لنت میلغزه، به هر علتی که لنت شما یکم هم اندازی دیسک کالیپرتون نباشه میلغزه اون پیستون بر روی سطح پشت لنت، این باعث سوت میشه، باعث ایجاد استکاک میشه و خدمتتون صدای ناهنجایی رو به وجود میاره. ولی جنس این لنت جاذب هستش و تمامی این صدا رو به خودش جذب میکنه و اجازه نمیده که به بیرون از محیط کالیپر انتقال پیدا کنه. در حقیقت فناوری این شیم یک فناوری فولادی هستش با روکشی آغشته از لاستیک و رابر که الیاف پیشرفته مهندسی شده هم داخلش به وجود داره و با توجه به ضخامت کمی که داره شما این 12 لایه واقعا با چشم قابل دیدن نیست، ولی بسیار بسیار این فعالیت بالاست و تقریبا میشه گفتش که تکنولوژی نسل هفتم لنت ترمزها هستش. مزیت دیگه که لنت ترمزهای الیجیبل دارن با توجه به اینکه کربن سرامیکی هستن یا ناسرامیکی، رنگ این نوار سایشی درونشون متفاوته. کمتر لنت ترمز این نوار سایشی رو داره. برخی از برندهای معتبر از این برند سایشی استفاده میکنن مثل ABC انگلستان. در حقیقت این یک رنگ ساده نیستش، این یک ماده با استحکاک بالاست، یک نوار سایشی هستش که با تیغ هم حتی نمیتونید رو بکنید، بسیار محکم هستش، یک ماده پرکننده هستش، یک رنگ معمولی نیستش
رنگ اون در حقیقت میتونه ماده رو یا اون نوع لنت ترمز رو برای شما شرح بده که حالا سبز یا آبی برای لنت‌های کربن سرامیکی یا ناو سرامیکی هستش و حتی ریسین سرامیکی ما که قرمز رنگ هستن. و حتی خدمتتون عرض کنم که این ماده میاد چیکار میکنه؟ میاد در ابتدای کار که شما لنت رو بر روی خودروی خودتون نصب میکنید، لنت جدید رو، اون عمل آب بندی رو سرعت میبخشه. میاد با خدمتتون عرض کنم پر کردن اون اختلال و خلل و فرجی که روی دیسک چرخ شما وجود داره، اون عمل ترمزگیری رو باعث میشه که مطمئن‌تر و با بهبودی بیشتری انجام بشه. و همچنین میاد از خدمتتون عرض کنم لعاب گرفتگی روی سطح لنت ترمز جلوگیری میکنه یا عمل گلیزینگ رو ازش جلوگیری میکنه و نمیذاره انجام بشه. این نوار معمولا بعد از 100 تا 200 کیلومتر از بین میره و فقط برای ابتدای کار و آببندی سریعتر لنت ترمز هستش که این کار به خوبی انجام بشه. لنت ترمز LGBL در این نوع بسته‌بندی که مشخص هستش ارائه میشه. هر کدوم از اونها داره یک کارت اصالت کالا هستن که شما میتونید با خراشیدن این قسمت اسکرچ و وارد کردن کد اون در سامانه پیامکی که این زیر اعلام شده از اصالت کالایی که دریافت کردید طبق نظر سازنده اون آگاه بشید. هر لنت ترمزی بسته به نیازی که داره حاوی اکسسوری ها و مواد لازمی هستند که باید در حین نصب اون لنت ترمز رعایت بشن. برخی از اونها پیچ های کالیپر دارن، برخی از اونها خدمتتون عرض کنم ندارن، برخی از اونها شیم هاشون خدمتتون عرض کنم برچسبی هستش که به پیستون کالیپر بتونه بچسبه. لنت ترمزهای سرامیکی معمولاً بسته به اینکه کربن سرامیکی باشن یا ناو سرامیکی میتونن بین 2.5 تا حتی 3 یا 4 برابر لنت ترمزهای معمولی برای شما طول عمر داشته باشن. علاوه بر این که ترمزگیری رو بسیار نرم انجام میدن، ترمزگیری رو خسته کننده نمیکنن برای شما و همچنین بسیار با اطمینان میتونید این کار رو انجام بدید. طول عمر و اون خاصیت اقتصادی خودشون رو هم دارن و این مزیت بزرگ لنت‌های سرامیکی الیجیبل هستش. مورد مهمی که حتما در هنگام تعویض لنت ترمزهاتون باید به اون دقت کنید و از تعمیرکار خودتون هم بخواید به اون دقت کنه این هستش که در هنگام تعویض حتما این مواردی رو که در سایت ما برای شما قرار دادیم که به ما توجه کنید و مو به مو بخونید، اطلاع داشته باشید و از تعمیرکارتون بخواید از اونها استفاده کنید که به هیچ عنوان لنت ترمز شما سود نکشه و طول عمر بسیار بالایی داشته باشه.